سلام بچه‌ها، چطورید؟ من حسام تیز رو هستم. خوش اومدید به دیگه. امروز بعد کلی از مدت بسم الله بعد از کلی مدت ها برگشتیم با یه ویدیو خفن از بتل رویال با پینگ مثبت 5200 و 500. بچه پینگ خیلی بده. الان بعضیا شاید مثلا به زور بتونن برن داخل بازی، مثلا بعضی اصلا نمیتونن برن داخل بازی، بعضی هم که میرن پینگشون بالا مثلا. خب آقا بتل استارت کردیم تکی، بزنید بریم ببینیم چیکار میشه. این هفته قرار کلی ویدیوهای خفن داشته باشیم و اینکه دیگه شرمنده مدت ما غیبت داشتیم و اینکه دیگه شرمنده فعالیت ها خیلی کم شده بود دیگه. از الان استارت میزنیم، هرچی ویدیو بیشتر بذاریم بهتره. حمایت کمه ولی فدای سرتون، ما تلاش میکنیم تا بتونیم خیلی بهتر شیم. خب آقا اینجا ببین ما تکیم، خب با اینکه ما خیلی نوبیم مجبوریم بریم همینجا. آقا لند میکنیم همینجا چون نوبیم. اگه دوستان بودن حداقل، دوستان بچه خیلی پرو پلیرن، اگه بودن حداقل میتونستیم با هم بریم. بتل میگه خود. آقا من خیلی خوب میتونستیم بریم حداقل بلک مارکت و یه کاری انجام بدیم. خب آقا اینجا چه گانی هم اومد به بسم الله. آقا ما داریم همچنان لوت ای آقا من حالم به هم خود از ایم، جدا من از ایم خوشم نمیاد. آقا چیز خوبی نیست. مثلا بعضی وقتا پیش اومده دارم فایت میدم، یهو میبینم تیرم تمام میشه، میرم با اون گام مثلا میخوام یارو رو بزنم. مثلا من با بیوایم، خب 117 دارم دست راستم، بعد دست چپم بیوایه، بعد یهو میام مثلا ببینم 117 رو وردارم، یهو میبینم ایم داره همونجا طرف من بزنه تا ایم بگیره. اینجا هم این برای یه نفر، برای بنده خدای هر کی خاص لژند میکنه. حالا اسنایپر نه اینکه اسنایپر خیلی خوبی هم هسته. خب آقا کسی پیدا نمیشه، ما با تون را فینک داریم پلی میدیم. پینگمون هم فعلا خوبه ولی در کل بچه پینگ خیلی بد شده. یه مدتی هم بود ما فعالیت نمی کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه پینگ خیلی بد بود و اینکه بازی من حذف کردم چون سنگین بود. یه چند وقتی فعالیت نکردم به خاطر همین. بچه یه بازی اومده به نام دلتا دلتا فورس، من اونم ریختم ویدیوشو براتون یه چند وقت کنم، یه چند ساعت دیگه انشالله میذارم. بازی دلتا فورس هم میریم ببینیم، تجربه کنیم ببینیم دلتا فورس چیه که میگن از کال اف بهتر، از کال اف بهتره. تجربه شخصی من بهتون میگم بچه، ولی فکر نکنم از کال اف بهتر باشه. حالا یه گیم پلیشو میذاریم ببینیم نظر شما چیه و اینکه نظر شخصی من میگم. آقا هیچ بیوای آقا هیچ پیدا نمیشه فعلا، نمیدونیم باید چه کار کنیم. حوصله‌مون سر رفته. بزن انمی الان میزم ایم داره. چرا؟ حالا یه اسنپ بسم الله الرحمن الرحیم. بابا پینگ ایران یا اول فصل با فنک باید بگیرم روش. ایم داره فنکه. من دیگه غلط بکنم بخوام با اسنایپ همچین 117 داشت، میگم چقدر خوب رو گرفت. من دیگه غلط بکنم بخوام با اسنایپ اینطوری کسی رو بزنم. ایما بنداز سیکتیر ران دور. خب آقا ما میریم این بالا یه آرمورم بزنیم که وقتی این نمیومد حداقل آرمورمون خوب داشت. چی میگه؟ اینجا بریم سمت اون همون ماشین. آقا چی اسم اینو من نمیدونم ولی میرم اکثرا فشاری میکنه. به به پینگ بی نظیر. به به پینگ رو نگاه کنید آقا، پینگ عالیه، بی نظیره، از این بهتر پیدا نمی کنید. جواب بده. ایوه آخه بالاخره دوست انمی دارم. کجاست الان میگیرم روش دهنشو به اعضای عمومی میکشم. خب احتمالا بالا هم نیست. کجاست این؟ بپریم پایین. اینا پیداش کردم. اینا بگیر روش. ماشاءالله بابا سیشتیر بابا. آقا اینم خوب شد زدیم، یعنی اگه نمیزدیم دیگه واقعا با خودمون کشتم. خب بریم سمت فعلا اون، بریم سمت بیت پاس سریع هم بزنیم انشاءالله که
بتونیم کیل بگیریم، حداقل کیل زیاد تازه. خب آقا بریم سمت بیت باس ببینیم چه خبره. بیت باس بلک مارکت. او خب ما کم داریم میریم سمت بلک مارکت و اینکه بچه من مشهدی هم اگه نمیدونستید درباره خودم یکم میخوام بهتون بگم. من رئالیم با پرسپولیس. من رئالیم با پرسپولیس و اینکه بچه کامیابم، بچه مشهد، بچه پایین باخت نمیده، بچه مرکز شهر باخت نمیده. آقا هوا چقدر آلوده شده، برید بیرون ببینید حالا. خب آقا ما رسیدیم. به 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 سگ پر نزده انگار کیلم چرا کیل گرفتم. خب آقا اگه برای تو سوال چرا تیر شاتگان ور میدارم، به خاطر اینکه منتظرم شاتگان بیاد دستم. چس باشه هر چی که باشه فقط خوب باشه. اینو تیر داره میاد پایین لند میکنه. چی شد؟ پینگ یا ابوالفضل برادر پول پلیر میباشد. اسموک انداخته. همینجا ما کمپ میکنیم. حالا پدر سقف. خب آقا حالا جدا مسخره است که میای اینجا بازی میکنی با اصلا چند نفر، اسمشو نمیدونم دقیقا ولی جدا مسخره است. اصلا خوب مثلا گان رندوم بهش میده. گان رندومش هم بده. مثلا اگه مثلا این اکتیویژن بیاد یه کاری کنه، بیا چیه یعنی اکتیویژن بیاد کاری کنه، گانی که در دست مثلا دوست داری بگیری و بیاره خیلی بهتره. مثلا چس بیاره، نمیدونم دیل بیاره، خیلی بهتره. آقا اول کاری برای وین باید آرمور بزنید، یه جا برای کاور داشته باشید و بله اینم زدیم ما. خیلی هم اولی. خب آقا ما رفتیم لند کنیم. کجا همینجا لند کنیم. دراپ هم همونجاست. اینو به به برارم اینجا کمپ کردی سیشتیر بابا. خب آقا ما اینو زدیم. مکتنز با اینم زدیم. به به بعدتون خیلی نوبه. 6 تا کی. آقا اون ور دارم فایت میدم، باید بریم ببینیم چه خبره. ما هم بریم ببینیم. بزن بچه ها. پینگم اینی چی بالاه و باختیم. آقا میخوام بگم ادامه برگو یه جا. بچه ممنون که تا ویدیو خدافظ. لایک و ساب یادتون نره. فعلا